به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. در حیات روزگار کسانی هستند که چون از این دنیا رحلت کنند و روند زود نامشان فراموش می شود و یا به بدی از آنها یاد می شود. اما در مقابل کسانی نیکبختی هستند که حتی از گذشت آنها عصرها قرنها هم سپری گردد به نیکی یاد می شوند. حسن ثنای آنها ورد زبان مردمند. جز نام نیک و بد چه شنیدی که باز ماند؟ و از جمله کسانی که نام نیکشان در صفحه های تاریخ ثبت است و حسن ثنای آنها ورد زبان مردم است، وزیر بزرگوار دولت سلجوقیان، وزیر صالح نکوکار، وزیر خدا ترس و پرهیزگار نظام الملک طوسی است که در سال 485 هجری برابر با 1092 میلادی از دنیا رحلت کرده است. مؤرخ و شرقشناس مشهور انگلیس ادوارد براون در وصف این وزیر صالح میگوید او بزرگترین وزیر مشرق زمین است. بله، اینچنین امام ذهبی در وصف ایشان میگوید الوزیر الکبیر، سائس خبیر، متدین محتشم، عامر المجالس بالقراء والفقهاء. وزیر بزرگوار، متدین، وزیری که مجلسش را همیشه با حضور قاریان و فقیهان معمور می ساخت. امام ذهبی می گوید و کان فیه خیر و تقوی و میل الی الصالحین و خضوع لموعظتهم و کان یحب من یذکره بعیوبه و ینکسر و یخضع ما جلس الا على وضوء و ما توضا الا تنفل. وزیر بزرگوار می گوید کان فیه خیر و تقوی، در او خیر بود، تقوا بود، خدا ترسی داشت. پند و نصیحت صالحان را، نصیحت گویان را گوش می انداخت، سرخم می کرد، اطاعت می کرد، پند و نصیحت را می پذیرفت. همیشه پای با طهارت بود و هرگاه طهارت می کرد نماز نفل می خواند. امام ذهبی علاوه کرده می گوید و قیل کان یتصدق کل صباح ب100 دینار. گویند هر صبح نظام الملک 100 دینار را صدقه می کرد. کمال حسن تدبیرش چنان آراست عالم را که تا دوران بود باقی بر او حسن ثنا باشد. بله، این نیکنامان با چنین شیوه دولتداری کردند، حکومتداری نمودند، نامی نیک خود را بر خلق باقی گذاشته رفتند. به منصب و دولت و مال و شهرت و جاه مفتون نشدند، خدا را فراموش نکردند، بلکه پرهیزگاری و عدالت و فروتنی پیشه خود کردند. اینجا برای شما دوستان عزیز لحظه را از حیات این بزرگ مرد تاریخ، این ابرمرد منصب و دولتداری نقل خواهیم کرد که البته حیاتی او پر از عظمت و بزرگی است، اما یک لحظه، یک عادت، یک خلق بزرگی که در او درس و عبرت هاست به شما حکایه خواهیم کرد. امام ابوبکر طرطوشی در کتاب نفیس خود سراج الملوک که در اخلاق راهبران دولت، وزرا و منصبداران نوشته شده و شکل دولتداری موافق به تعلیمات و دستورات قرآن را بیان کرده، یعنی کتاب در فن سیاست شناسی اسلامی است. امام ابوبکر در این کتاب آورده که خواجه نظام الملک طوسی اهل علم و تقوا را در سراسر کشورش انعام می کرد، احترام می کرد و برای هر یک ماهانه معین تعیین کرده بود که سری وقت برایش می رسید. در سراسر مملکتش هیچ طالب علمی و هیچ فقیه و هیچ صالح زاهدی نبود مگر که ماهانه او از خزینه دولت برایش سری وقت می رسید و از خیر و برکت این وزیر صالح و عادل بهره‌مند بود. مجموع مصرف هایی که نظام الملک بر طالب علمان و عالمان و فقیهان صرف می کرد سالانه 600,000 تنگه طلا بود. از بس که این رفتار نظام الملک و این صرف این مبلغ برای طالب علمان و عالمان به بعض حاشیه شاه ابوالفتوح ملک شاه و بعضی وزیران دیگر خوش نآمد، شاه را قانع ساختند و گفتند نظام الملک این مبلغ هنگفت را به کسانی صرف می کند، به جای صرف می کند که به ملک و دولت چندان فایده ندارد.
ابوالفتوح ملکشاه نظام الملک را نزد خود فرا خواند و گفت، از باب احترام را پدرم خطاب میکرد. گفت پدرم، به من رسید که شما این مبلغ هنگفت را به جای صرف میکنید که به ملک و دولت چندان فایده ای ندارد. نظام الملک از شکوه ملکشاه ناراحت شد و اشک ریخت و گفت پسرم، من یک پیرمرد عجمی هستم که اگر مرا به فروش گذاشته شود 5 دینار هم ارزش ندارم و شما یک جوان هستید ترک که شاید نرختان تا 3 دینار رسد و در هوا و هوس خود غرق. از نیکی های تو دیده بدیهایت به آسمان بیشتر می براید و این لشکری که برای حمایه خود و حمایه دولتت آماده کرده ای در روز سختی تو را کار هم نمی آید. با این شمشیرهایی که 2 ذراع هم نیستند، با این تیرهایی که 300 ذراع هم دورتر نمی روند، در روز سختی این لشکر به درد تو نمی خورد. ای ملکشاه، ای پسرم، دان که من برای تو لشکر آماده کردم که لشکر شب نام دارد. لشکر روزی تو چون خواب می رود، در شب لشکر شب من به پا می خیزد، به نماز و نیاز و مناجات و دعا می پردازد و از برکت دعای آنها ملک و دولت تو آباد است و ملک و کشور تو باران می ریزد، رزق و روزی شما فراهم می شود. در سایه دعای آنها شما عمر به سر برده ایستاده اید. من برای تو لشکر شب آماده کردم، با سلاح دعا ملک و دولت تو را حمایت می کنند. چون ابوالفتوح ملکشاه سخن وزیر حکیم خود را شنید، متأثر شد، به گریه آمد و گفت ای پدر شاد باش، ای پدر شاد باش، صف چنین لشکر را برای من بیشتر کن.